اینو ببینید. من فقط یه سوال دارم، این مدالای روی سینه پهلوی کی بهش برای چی داده؟ یعنی اصلا اون همه مدال اونجا برای چیه؟ هر کدوم چی هست؟ کی بهش اهدا کرده اصلا؟ اگه اینجوریه خب منم یه چند تا دونه مدال بزنم این رو، ان شاءالله شاه بعدی ایران باشم. و اما جواب: نشان لژیون دونور ناپلئون بوناپارت فرانسه، نشان سلطنتی رویال ویکتوریان از ملکه الیزابت دوم، نشان افتخار شایستگی جمهوری فدرال آلمان غربی، نشان لژیون افتخار نیروهای مسلح ایالات متحده آمریکا، نشان سلطنتی اسرافیم سوئد، نشان افتخاری سلطنتی تایلند، نشان کارلوس سوم از پادشاهی اسپانیا و نشانهای افتخار از لهستان، پاکستان، نروژ، ژاپن، ایتالیا، برزیل، دانمارک. البته این فقط نشانهای افتخاری خارجی بود. بله، یک زمانی کل دنیا به اعتبار پادشاه ایران افتخار میکرد، اما این نشانها و عناوین همچون مفتکی داده نشده. شاه به خاطرش دوره دیده، هم تلاش کرده هم خون دل خورده. برای کی؟ برای یک گوساله‌ای مثل تو. شاه ورزشکار بود، خلبان جنگنده بود، کارشناس نفت و انرژی بود، یکی از بهترین دیپلمات‌ها و استراتژیست‌های جهان بود. به زبان‌های انگلیسی و فرانسه به صورت پرفکت و ایتالیایی و آلمانی هم به صورت عامیانه صحبت میکرد. 4 تا زبان، فارسی هم یکیش، 5 تا. محمد رضا شاه فارغ التحصیل آکادمی نظامی سنت سیر فرانسه بود، آکادمی که فقط نوابغ رو قبول میکنه. شاه یه نابغه بود. شاه متخصص تاکتیک و استراتژی نظامی، علوم جنگ افزار، سلاح شناسی، فرماندهی ارتش و کار با نقشه و قطب نما و ابزار نظامی بود. همین خامنه‌ای لاشگوشت اگر محمد رضا شاه نبود تو همون حموم منصوری زیر آخوندای مشهدی میمرد. بله پلشت خان. اون مدال ها و ستاره های افتخار ستاره های خوشبختی ما بودن که با رفتن محمد رضا شاه بزرگ خاموش شدند. ای بزرگ موندنی، ای طلای دار روز، سایه گستر رو تنه از گذشته تا هنوز.